جنگل 50 میلیون ساله‌ای که تو چند ساعت دود شد. جنگل‌های هیرکانی شمال ایران یکی از آخرین جنگل‌های باستانی کل جهانند و از زمان دایناسورها تا الان پابرجان. درختایی که کل عمرشون از کل تاریخ ما بیشتره، زیستگاهی که صدها گونه حیوانی فقط همونجا پیدا میشن و یه ریه طبیعی که نصف ایران باهاش زنده. اما حالا همین جنگل‌ها، همونایی که سازمان ملل چند وقت پیش براشون جشن جهانی گرفت، دارن تو آتیش میسوزن. ولی قضیه‌ای که آدمو بیشتر میسوزونه نه آتیشه، نه کمبود هلیکوپتر و تجهیزات، بلکه سکوت عجیب و مسئولینی که حتی یه بیانیه درست حسابی هم ندادن. آدم حس میکنه این جنگلا یتیمتر از مردمی هن که زیر سایش بزرگ شدن. اینجا ایرانه، جایی که یه جنگل 50 میلیون ساله داره تو چند ساعت دود میشه، ولی موثر پیدا کردنش از خود آتیش هم سخت‌تره. اگه تو هم دلت آتیش گرفت، یه قلب شکسته کامنت کن و برای دیدن اخبار روز ایران و جهان پیج دانای جهان رو فالو کن.